بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک جوهرند. چه عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نیارد قرار. رسول الله صلی الله علیه وسلم مهربانی میکنند که مؤمنین از لحاظ ترحم و تعاطف مثل یک جسد هستند که اگر یک قسمت این جسد به درد بیاید، سایر اعضای بدن انسان از اون ناراحت است و به درد است. دوستان عزیز، امروز هموطنان زیاد ما در مشکلات به سر میبرند، نیازمند کمک و دستگیری شما هستند. هموطنانی که هم از لحاظ ایمان با شما مشترک هستند، هم از لحاظ این جغرافیا و خاک با شما مشترک هستند. بیاین که به اندازه توانایی خود این خانواده را کمک کنیم و در کمپاین زمستانی قمر همراه شویم. با $90 شما میتونید که یک زمستان خوب و گرم به یک خانواده هدیه و عطیه بدین. السلام علیکم.